مسخره میکردن. گل شده این میثم، میرفت این نخل خشکیده بود آب میریخت توش، شده پول به این نرسیده، مسئولیت ندادن، کتک خورده یا خلکل شده. عمرو ابن حریث میگفت خب نخلت چطوره؟ اونم میگفت خوبه. میگفت یه روزی من رو به این دار میزنم. حبیب یه روز اومد رد شد، گفت سلام بر مردی که به زودی به همین نخل خشکیده او رو دار میزنه. او هم گفت سلام بر مردی که در راه حسین ابن علی محاسنش به خون سرش خزر. بقیه مسخره میکرد. اونی که عاشقه میگه این مسخره رم فرصت میکنم تا شما رو تور کنم برای علی. روزی که به او اتهام زدن، او رو دستگیر کردن، بردن به همون نخل خشکیده که هر روز میرفت آب میداد. نخل خشکیده که آب میدن بستن، مردم جمع شدن گریه کنان. چقدر مسخره کردن. گریه نکنی تا هنوز زبونمو نبریدن کاغذ قلم بیاری. احادیثی که یه عمری نگفتم برای این که کار به این روز بکشه، حالا میخوام بگم کاغذ قلم رو زودتر بگم. اونی که عاشقه همه رو جمع میکنه، همه فرصت ها رو که از معشوق دم بزنه.